بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و موالاه. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا و انت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. ما درس گذشته از فن تفسیر یک مقدمه کوتاه گذاشته بودیم در بابت ترجمه حال امام ابن کثیر، در بابت فعالیت‌های علمیشان، اثرهای نوشتهشان، مشهورترین استادهاشان، مشهورترین شاگردهاشان کی تولد شدند، کی وفات کردند و درباره علامه احمد شاکر که صاحب مختصری عمدة التفسیرند در آن بابت معلومات داده بودیم و در بابت مفهوم خود کلمه تفسیر در لغت و اصطلاح هم گفتیم و یک نکته بسیار مهم از ذکر کرده بودیم که برای فهم هر یک آیت کلام خدا تعیین نمودن 8 مرحله حتمی و ضروری است که اون 8 مرحله را ما درس گذشته در مقدمه خوندیم و خود ابن کثیر هم در مقدمه کتابشون یک مقدمه در بابت اصول تفسیر دارن. از بس که ما به طور مختصر درباره منهج ابن کثیر در تفسیرشان گفتیم و بعضی از چیزها را که ذکر کردیم، دیگر حاجت به خواندن هر جمله مقدمه تفسیرشان یا مقدمه اصول تفسیرشان نبود. شما میتونید که در علاوه‌دگی خوانی همون مقدمه اصول تفسیر و استفاده های زیاد میکنید. امروز ادامه بحث ما از ابتدای سوره فاتحه شروع می شود. عنوان درس سوره الفاتحه. سوره فاتحه درباره نام‌های این سوره، در محل نازل شوی سوره، در بابت از چند آیت عبارت بودن این سوره، همین مسئله ها را امروز ما خوانده می‌بریم و درباره فضیلت سوره فاتحه. اول باید ما همین چیز ذکر کنیم که علامه طاهر ابن عاشور در تفسیر التحریر و تنویر شان آوردند که سوره فاتحه با دستور و سپارش پیامبر صلی الله علیه و سلم، البته هم سوره های قرآن همین خیلی هستند و سوره فاتحه هم از آن جمله با سپارش پیامبر صلی الله علیه و سلم در اولی قرآن گذاشته شد، در ترتیب گذاری در اول گذاشته شد. چرا در اولی سوره های قرآن این سوره گذاشته شدگی است؟ چون که سوره فاتحه نسبت به دیگر سوره های قرآن، نسبت به 113 سوره مابعد قرآن، به مانند دیباچه یا مقدمه خطبه است یا دیباچه و مقدمه یک کتاب است. مثل که یک نفر، البته این تمثیل برای نزدیک ساختن به ذهن است و الا سخن خدا و کلام خدا به سخن بشر مانند نیست، ولله المثل الاعلی. مثل که یک کس وقتی که یک کتاب می نویسد یا یک خطبه آماده می کند، پیش از او اول یک مقدمه می گذارد و خلاصه همون فکرهایش که در کتاب هست یا در خطبهش گفتن می خواهد در همون مقدمه جا می کند. سوره فاتحه هم در مقایسه با دیگر سوره های قرآن به مثل دیباچه یا مقدمه قرآن است که به طور مختصر و مجمل با دلالت‌های گوناگون همه مقصدهای قرآن در همین سوره خداوند جا کردگی‌اند. در فن بلاغت یک تعبیر است، تعبیر براعت الاستهلال. همین خیلی یک تعبیر دارن بلاغی ها که شما در مقدمه سخنتان، در مقدمه کتابتان چیزهایی را که مابعد گفتنی میشوه اشارتا در همون مقدمه اونها را ذکر میکنید یا در همون مقدمه با گفته های مابعدتان اشاره میکنه. این هم براعت استهلال میگن در علم بلاغت که این هم یکی از مهارت های فنی بلاغت یا صاحب همین مهارت است که از مهارت بلندی همون شخص گواهی میتید که البته قرآن دیگر سراپا بلاغت است یا که سراپا عبارت از غرضهای بلاغیان و خیلی غرضهای بلاغی در آیاتهای قرآن و در هر سوره و در هر کلمش حتی خیلی زیاد جایگیر شده.
به همین خاطر سوره فاتحه مثل یک مقدمه با نسبت به دیگر سوره های قرآن است یا دیباچه باریم گفتیم. دیباچه همون دیباچه که ما در تاجیکی استفاده میکنیم یا اینکه مقدمه میگیم در تاجیکی هم یا اینکه پیشگفتار هم استفاده میکنیم. امام ابن کثیر رحمت الله علیه میگن که وهی مکیه و قیل مدنیه و یقال نزلت مرتين مرة بمكة و مرة بالمدینة والاول اشبه. در بابت نازل شوی یا مکان نازل شوی سوره فاتحه امام ابن کثیر رحمت الله علیه سه قول آوردیم. میگن که و سوره فاتحه سوره مکی است. بعضی از مفسرها به همین نظرند که سوره فاتحه در مکه مکرمه نازل شده است. که ها این قول گفتگیان من با از دیگر تفسیرها نوشتم برای مفصلتر خواندن کتاب. این قول ابن عباس، امام قتاده ابن دعامه، ابوالعالیه ریاحی که نامشون رفیع بود و دیگر مفسرها است. این گروه مفسرها میگن که سوره فاتحه در مکه مکرمه نازل شده است. اما طبق قول دوم در بین مفسرها سوره فاتحه سوره مدنی است، در مدینه منوره نازل شده است. و قیل مدنیتون و گفته شده است از جانب بعضی از مفسران که سوره فاتحه سوره مدنی است. که این سخن گفتگی است؟ این سخن ابو هریره، مجاهد ابن جبر، عطا ابن یسار و زهری و دیگر مفسرها است. من این اقتباس را از کتاب الجامع لاحکام القرآن از امام قرطبی آوردم. این قول دوم بود. قول سوم بعضی از مفسرهای دیگر میگن که و یقال و گفته شده است یا گفته می شود که سوره فاتحه 2 مراتبه نازل شده است یا 2 بار نازل شده باشد. یک بار در مکه مکرمه و یک بار در مدینه منوره. من در تفسیر قرطبی دیدم امام قرطبی این سخن از ابولیث نصر ابن محمد ابن ابراهیم سمرقندی صاحب تفسیر که در فقه حنفی مذهبند از همون کس نقل کرده است که از امام های حنفی مذهب صاحب تفسیر امام ابولیث سمرقندی با همین نام مشهورند. قول سوم امام قرطبی از همون کس روایت کرده است که همون ابولیث سمرقندی در تفسیرشون گفتند که سوره فاتحه 2 بار نازل شدگی است. یک بار در مکه مکرمه، یک بار در مدینه منوره. اما امام ابن کثیر از بین همین 3 قول به قول اول اشاره کرده میگن که والاول اشبه و قول یکم که در مکه نازل شده است گفتیم سوره فاتحه اشبه یعنی به حقیقت نزدیکتر است. معنای اشبه مانندتر یعنی به حقیقت نزدیکتر است. در تفسیر قرطبی والاول اصح میگه، تقریبا به همین مضمون یک جمله دارد. همون در مکه نازل شدن صحیح تر است گفته است. امام ابن کثیر باشد والاول اشبه گفته یعنی قولی در مکه نازل شدن سوره فاتحه به حقیقت نزدیکتر است. چرا در مکه مکرمه نازل شدن سوره فاتحه به حقیقت نزدیکتر است گفتم؟ چون که در سوره حجر خداوند میگن که ولقد آتیناک 7 من المثانی والقرآن العظیم، ما به تو 7 آیه تکرار اندر تکرار قرائت شونده و قرآن عظیم بخشیده ایم. که مقصد از همین السبع المثانی و مقصد از القرآن العظیم در همین سوره که حضرت ما آیاتی که از سوره حجر خواندیم سوره فاتحه است، اشاره به سوره فاتحه میکنه. و سوره حجر از جمله سوره های مکی است. پس از همین سوره حجر معلوم می شود که سوره فاتحه هم در مکه مکرمه نازل شده بود که خداوند به سوره فاتحه اشاره کرده و پیامبر صلی الله علیه و سلم منت نهادند. این قول صحیح تر است. دلیل صحیح بودن همین قول همون آیات سوره حجر است. و در بابت این که سوره فاتحه چندم سوره نازل شده از قرآن کریم است، بعضی از مفسرها یا که بعضی از علما در علوم قرآن گفتند از علمای تفسیر از امام ها نقل کرده که سوره فاتحه با بعضی از قول ها
اولین سوره نازل شده از قرآن کریم است. لیکن این قول علما قبول ندارن، اگرچه یک ایده این سخن گفتگی هم باشن، این قول میگن قول درست نیست، بلکه اولین آیات های نازل شده از قرآن عظیم باشن آیاتی یا که 5 آیه اولی سوره اقرا است. اقرا بسم ربک الذی خلق که ما میدونیم، و بعد از اون سوره مدثر نازل شدگی است و بعد از سوره مدثر سوره فاتحه. این یک قول است. اول سوره 5 آیه اولی سوره اقرا، بعد از اون سوره مدثر و بعد از اون سوره فاتحه. اما بعضی از مفسرهای دیگر گفتند که اول اقرا نازل شد 5 آیه، بعد مدثر نازل شد، بعد قلم نازل شد، بعد مزمل نازل شد، بعد سوره فاتحه نازل شد. 5م سوره قرآن است گویا در نازل شده. همین 3 قول علما در بابت نازل شده سوره فاتحه ذکر کردند. امام ابن کثیر رحمت الله علیه در ادامه میگند که وهی 7 آیات بلا خلاف، و سوره فاتحه 7 آیه است بدون اختلاف بین دانشمندان یا بین امامان یا بین مفسران. یعنی همه مفسرها و همه امامها از سلف صالح شروع کرده اتفاق نظر دارند که سوره فاتحه از 7 آیات عبارت است. ببینید فقط همیشه دقت کنید که اگر ما به شرط بسم الله الرحمن الرحیم از قرآن حساب کنیم، اگر مثل که بعضی از ائمه به همین نظرند، پس بسم الله الرحمن الرحیم یک آیت می شود و آخران آیتی که طولانی است اون آیت علاهیده می شود. اهدنا الصراط المستقیم، بعد از وی صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. همین آیت آخران آیت علاهیده می شود. بسم الله الرحمن الرحیم آیت یکم، الحمد لله رب العالمین آیت دوم، الرحمن الرحیم آیت سیوم، مالک یوم الدین آیت چهارم، ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت پنجم، اهدنا الصراط المستقیم آیت ششم و هفتم می شود صراط الذین انعمت علیهم تا آخری سوره. اما اگر ما بسم الله الرحمن الرحیم بنابر قول بعضی از ائمه دیگر از سوره فاتحه نگوییم، اگر مثل که بعضی از امام ها به همین قول قائلند مثل امام مالک و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، در این صورت هم سوره فاتحه 7 آیت است. وقتی که بسم الله از سوره فاتحه حساب نکنیم، اگر آخران آیتی که حضرت ما تلاوت کردیم به 2 قسم تقسیم می شود. همون صراط الذین انعمت علیهم آیت علاهیده می شود، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آیت علاهیده می شود. یعنی در هر دو صورت هم چه ما بسم الله از سوره فاتحه بنابر قول بعضی امام ها حساب کنیم یا چه از بسم الله از سوره فاتحه حساب نکنیم، در هر دو صورت هم سوره فاتحه اتفاقا از 7 آیت عبارت است. بعضی قول های شاذ هست، البته من بعضی قول های شاذ آوردم. مثلا حسن بصری سوره فاتحه را 8 آیت گفتیان، ایاک نعبد آیت علاهیده، ایاک نستعین آیت علاهیده گفتیان. و مثلا حسن جعفی 6 آیت گفته است، بعضی ها 9 آیت گفتیان. لیکن این قول ها قول های شاذند، این قول ها قول های شاذند خلاف اجماع امام ها و مفسرها و سلف صالحان. بنابراین اعتبار ندارم. قول صحیح همین است که سوره فاتحه 7 آیه است. میگه که و انما اختلفوا فی البسمله، و به درستی امامان در بابت بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم و طال مختصر همین خیلی نامگذاری کرده که بسمله میگن، یا اینکه الحمدلله رب العالمین حمدله میگن، یا اینکه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم حوقله میگن. همین خیلی نامگذاری کرده. و امامان در بابت بسم الله الرحمن الرحیم اختلاف نظر دارند که آیا هل هی آیه مستقله من اولها، که آیا بسم الله الرحمن الرحیم آیت مستقل از اول سوره فاتحه است. این یک قول است. بعضی از مفسرها به همین نظرند یا امامان به همین نظرند که بسم الله الرحمن الرحیم آیت مستقل از اول سوره فاتحه است، کما هو المشهور عن جمهور قراء الكوفه و قول جماعة
و کما هو قول جماعت من الصحابه و التابعین و خلق من الخلق. همان گونه که این قول از جمهور قاریان کوفه مشهور است و نیز این قول جمع از صحابگان، تابعین و جمع دیگر از علمای ما بعد است و خلق من الخلق، یعنی و قول جمع از علمای ما بعد است. همین قول یکمی که حاضر ما گفتیم. او بعض آیتین، این قول دویم است. یا اینکه آیا بسم الله الرحمن الرحیم بعضی از آیه هر سوره است. این قول دویم است. در این بابت هم اختلاف دارن. او لا تعد من اولها بالکلیه، یا اینکه قول سیون بسم الله الرحمن الرحیم از اولی سوره فاتحه بالکل به حساب نمی رود، یا که اصلا از سوره فاتحه به حساب نمی رود بسم الله الرحمن الرحیم. این سیون قول است. کما هو قول اهل المدینه من القراء والفقهاء، مثل آنگونه که این قول اهل مدینه از قاریان و فقیهان است. اختلاف نظر دارند در همین قول ها. على ثلاثه اقوال، بر سه قول، یعنی اختلافوا على ثلاثه متعلق به فعل اختلافوا است. بر سه قول اختلاف دارند که سیأتی تقریرها فی موضعه ان شاء الله تعالی و به الثقه. بزودی بحث و بررسی این قول ها در جای مناسب خود با خواست خدا یا اگر خدا خواهد می آید و به الثقه و اعتماد ما به خداوند است. معنای الثقه اعتماد، به ضمیر به الله برمیگردد، یعنی و اعتماد ما به الله تعالی است. ما به الله تعالی اعتماد داریم که ما را به بحث و بررسی این مسئله برساند. معنای سخن ابن کثیر همین است. ولی در این بابت ما علاوه با بحث داریم. اگرچه اینجا سه قول گفتیم، لیکن قول ها بیشتر از سه قول هم. در بابت بسم الله الرحمن الرحیم بحث زیاد است. در بابت نام‌های سوره فاتحه خیلی نام‌های زیاد در روایت آمدگی است. حتی امام قرطبی رحمت الله علیه، من نوشتم نام‌هاش از تفسیر امام قرطبی رحمت الله علیه، 12 نام ذکر کردیم درباره سوره فاتحه. مثلا نام یکم الصلاة، نماز، نام دویمش حمد، نام سومش فاتحه الکتاب، نام چهارمش الکتاب، مادر کتاب، مادر قرآن، یعنی نام پنجمش القرآن، مادر قرآن، نام ششمش المثانی، آیات های تکرار و تکرار خوانده شونده، تلاوت شونده، نام هفتم القرآن العظیم، نام هشتم الشفاء، نام نهم الرقیه، نام دهم الاساس، معنای اساس، همون تاجیکی که ما میگیم اصل اساس، نام 11 الوافیه، نام 12 الکافیه. همین 12 نام در تفسیر قرطبی آوردگی است. امام ابن کثیر هم بیشتر نام ها را ذکر کردگی در مفصل تفسیرشون ذکر کردیم. لیکن در مختصر امام احمد شاکر از بین همون نام های 12 نام یا که نام های سرشمار سوره فاتحه بعضی از نام هاش بنابر صحت سندشان درج کردیم. همه نام ها را جمع نکردیم، چون که درباره دیگر نام ها بحث و اختلاف علما زیاد است که آیا در حقیقت همین نام ها درباره سوره فاتحه به ثبوت رسیدین یا نه. مثلا یکی از نام هایی را که در تفسیر ما میخوانیم سوره فاتحه، یکی از نام هاش الکتاب است. الکتاب، مادر کتاب، یعنی مادر قرآن. چرا سوره فاتحه را مادر کتاب یا مادر قرآن گفتیم؟ میگه که قال البخاری فی اول کتاب التفسیر، امام بخاری در اول کتاب تفسیرشون در صحیح بخاری گفتند که و سمیت ام الکتابی، مفعول به ثانی کلمه سمیه است و نامگذاری شده از سوره فاتحه با نام الکتاب، یعنی مادر کتاب. چرا به این نام نامگذاری کردیم؟ لانه یبدأ بکتابتها فی المصاحف و یبدأ بقراءتها فی الصلاة، زیرا اینکه با نوشتن این سوره در مصحف ها و با قرائت این سوره در نماز آغاز کرده می شود، یا اینکه مصحف ها را با نوشتن این سوره و نماز را با قرائت این سوره آغاز کرده می شود. یعنی از بس که وقتی که مصحف ها را نوشتن، از همون زمان جمع آوری مصحف در ابتداش که سوره
فاتحه را که نوشتن و یا اینکه وقتی که ما نماز میخوانیم در نماز اولین سوره که قرائت میکنیم سوره فاتحه که هست به همین خاطر کتاب نام کردیم. البته این یک تفسیری معنای کتاب نام کردن قرآن است، یعنی مادر قرآن که امام بخاری ذکر کرده. و قیل و گفته شده است که انما سمیت بذلك لرجوع معانی القرآن كله الى ما تضمنت. و گفته شده است بعضی از مفسرها یا بعضی از علما گفتیان که به تحقیق نامگذاری شده از سوره فاتحه با نام کتاب. برای چی؟ علت این خیلی نامگذاریشون چی است؟ به خاطر برگشتنی تمام معنای قرآن به آن معناهایی که تضمنت سوره فاتحه آن معناها را فرا گرفته است. تضمنت معنای فرا گرفتن، در بر گرفتن، یعنی از بس که سوره فاتحه به طور مختصر و فشرده تمام مقصدهای قرآن شامل شدگی که هست، هم مقصدهای قرآن که فرا گرفتگی هست، به همین خاطر این سوره را سوره کتاب نام کردگی هستند، یعنی که مادری کتاب نام کردگی. من در اینجا از دیگر تفسیرها را نوشتم. سوره فاتحه مقصدهای اساسی قرآن به طور مختصر فرا گرفتگی است. یعنی در سوره فاتحه اصول دین، مسئله های اعتقادی هست، اشاره به فروعات دین هست، عقیده هست، عبادت هست، شریعت هست، اعتقاد به روز آخرت هست، ایمان به صفاتهای خداوند هست، یگانه خدا را پرستش کردن هست، کمک طلبیدن از خدا هست، دعا هست، توجه به سوی خدا با طلب هدایت در راه راست هست و از خدا خواستن که انسان شخص در راه راست مستقیم در راه مستقیم نگاه دارد در این سوره هست. راهی بنده های صالح در این سوره ذکر شدگی است و از خدا خواستن که ما را از راه بنده های مورد خشم قرار گرفته و گمراه ها نگاه دارد در این سوره آمدگی است. درباره قصه امت های سابق خبر آمدگی است و مقام بنده های خوشبخت و جایگاه بد بنده های بدبخت در این قرآن ذکر کردگی است یا اشاره کردگی است. با فرمان خداوند حاصل شوی عبادت در این قرآن در این سوره اشاره شدگی است و نهی هم و حاصل شوی عبادت با نهی با اجرای یا با ترک نهی هم اشاره شدگی است و دیگر مقصدهایی که خلاصه در این سوره به طور مختصر چی ذکر شدگی است. به همین خاطر است که این سوره را کتاب نام کردگی است. چرا؟ چون که دیگر سوره های قرآن به این سوره معناهاشون برمیگردد یا در دامن این سوره جمع می شود. ولی یک معنایی که بعضی از مفسرها آوردند مثل که فرزندها در دامان مادر جمع می شوند یا که به دامان مادر پناه می برند، گویا همه سوره های قرآن هم به طور مختصر معناهاشون در دامان سوره فاتحه جمع شدگی است. به همین معنای این سوره را سوره القرآن یا اینکه کتاب نام کردگی است. و در تفسیر التحریر و التنویر امام ابن عاشور همیشه تاکید میکنند که و به همین خاطر است که در شریعت خواندن سوره فاتحه در نمازها هر روز بار تکرار به تکرار فرض یا واجب است با اختلاف مذاهب، تا اینکه شخصی نمازگزار وقتی که همین سوره را میخواند با همین معناهایی که ما حاضر نامبر کردیم درباره هر کدام همون فکر کند، کوشش کند که همون معناها را از سوره فاتحه چی استنباط کند، برآورد، فکر کند درباره هاشون. این دوم سببی نامگذاری سوره فاتحه به کتاب بود. ابن جریر طبری چی گفتیان؟ قال ابن جریر، امام ابن کثیر میگن که ابن جریر طبری گفتیان که والعرب تسمي كل جامع امرا او مقدم لامر اذا كانت له توابع تتبعه هو لها امام جامع امما. عربها هر جمع آورنده کار را یا مقدمه هر کار را، هر جمع آورنده کار را یا مقدمه کار را که دارای پیروان زیاد باشد که از آن جمع آورنده یا از آن مقدمه پیروی کنند،
و آن جمع آورنده یا مقدمه برای آن پیروان امام جمع آورنده باشد مادر میگویند. یعنی امام ابن جریر طبری با علتی یا وجه تسمیه سوره فاتحه به ام الکتاب اشاره کردیم. و عادتا عرب ها یک خصوصیت زبانشون در همین است که هر چیزی را که با یک کلمه نامگذاری میکنن حتما وجه تسمیه دارد یا سبب نامگذاری دارد. عرب ها عادتا همین خیلی یک عادت دارند که هر چیزی که یک کاری را جمع کند یا اینکه مقدمه یک کاری باشد و پیرو داشته باشد، اگر همون جمع آورنده را چی میگن؟ مادر میگن. مثلا فتقول الجلدة التي تجمع الدماغ ام الرأس، ام الرأس. پس عرب ها برای پوستی که تجمع الدماغ یعنی مغز سر را جمع میسازد مادر سر میگویند. همون پوستی که مغز سر در داخل سر جمع میکند هوای عرب ها ام الرأس میگن. چرا؟ چون که چند چیز در داخل جمع شدگی است، جمع آوردگی است. و یسمون لواء الجیش و رايتهم التي يجتمعون تحتها اما. و همچنین عرب ها پرچم ارتش را و بیرق آنها را که در زیر آن جمع میشوند مادر میگویند. به همین خاطر است که اینها پرچم و بیرق که ارتش در زیرش جمع میشود مادر گفتند. یعنی با به همون معنی اول برگردیم. اگر از بس که مقاصد اساسی قرآن به طور مطلق، به طور مختصر با دلالت‌های گوناگون منطقی در تفسیر ابن عاشور آوردیان، دلالت تضمنی و دلالت التزامی، و با همین دلالت‌ها از بس که در سوره فاتحه جمع شدگی که هست مختصرا معنای قرآن، به همین خاطر سوره فاتحه را ام الکتاب نام گذاشتیم، یعنی که ام القرآن گفتیم. این نام یکم سوره فاتحه بود. و یقال لها ایضا الفاتحه، و گفته می شود برای سوره فاتحه، برای سوره الحمد اینچنین سوره فاتحه، مثل که ما با سوره فاتحه این سوره میشناسیم. چرا این فاتحه میگن؟ لانها تفتتح بها القراءه، یعنی که لانها تفتتح بها القراءه، زیرا اینکه با همین سوره فاتحه نماز آغاز کرده می شود. از بس که ما وقت نماز میخونیم در نماز ما با سوره فاتحه که نماز شروع میکنیم فاتحه گفتیم. و افتتحت الصحابه بها کتابه المصحف الامام، و صحابگان با سوره فاتحه نوشتن مصحف امام را شروع کردند. مقصد از المصحف الامام در کتاب‌های علوم قرآن همون مصحف اساسی است که حضرت عثمان جمع کرده. اما در خاطر گیری اگر معلومات نداشته باشه بشه در وقتی اگر ما در کتاب‌های علوم قرآن تفسیر المصحف الامام خواندیم، اگر مقصد از المصحف الامام همون کتاب یا قرآن اولین بار جمع کرده عثمان رضی الله تعالی عنه است که نسبت به خود امام حضرت عثمان یا که به اعتبار اولین کتاب جمع آورده المصحف الامام نام کرده گیند. صحابه ها همون مصحف امام یا اولین مصحف در ابتداش سوره فاتحه را که نوشته بودن، البته با دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم بود این اولا ذکر شوی سوره فاتحه، به همین خاطر فاتحه نام کردیم. یا اینکه به خاطر دیباچه چیز دیگر سوره های قرآن است. و صح تسمیتها بالسبع المثانی، این سیوم نام سوره قرآن است. میگه که و درست است نامگذاری این سوره با السبع المثانی. معنای السبع المثانی 7 آیه، ترجمهش دقت کنید، 7 آیه تکرار اندر تکرار تلاوت شونده. یعنی از بس که ما این سوره آیه هاشا در نماز تکرار و تکرار که میخوانیم در هر رکعت، به همین خاطر نامی السبع المثانی نام گرفتگی است. قالوا، علما گفتند لانها تثنى فی الصلاه، با آن خاطر این سوره را السبع المثانی یا آیات های تکرار اندر تکرار قرائت شونده نام گذاشتند، که زیرا اینکه این سوره در نماز تکرار و تکرار خوانده می شود. فتقرأ فی کل رکعت، پس قرائت می شود در هر رکعت علاهده. و این کان للمثانی معنی آخر غیر هذا، و اگرچه عباره السبع المثانی معنای دیگر نیز غیر این معنا دارد.
یعنی یکی از معناهای السبع المثانی همین است که حضور ما گفتیم 7 آیه تکرار به تکرار چیز تلاوت شونده. با دیگر معناها را البته داره. کما سیأتی بیانه فی موضعه ان شاء الله، همان گونه که به زودی بیان آن معنا یا که معناهای دیگر این عباره صفتی السبع المثانی عباره صفتی است در موضع خود یا در جای خود، یعنی در سوره حجر اگر خدا خواسته باشد می آید. به سوره حجر حواله کردن ابن کثیر رحمه الله علیه. در ادامه روایت می بیارن از امام احمد بن حنبل که روى الامام احمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في القرآن هي القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. امام احمد ابن حنبل از ابو هریره روایت کردند از پیامبر صلی الله علیه و سلم که آن حضرت صلی الله علیه و سلم درباره القرآن یعنی درباره سوره فاتحه چنین گفتند: هی این سوره القرآن است، یعنی مادر قرآن است یا اساس و اصل قرآن است یا شامل مقاصد قرآن است، غرضهای قرآن است. و هی السبع المثانی، و همین سوره 7 آیه تکرار اندر تکرار تلاوت شونده سوره حجر است یا که آیه حجر است که در سوره حجر به همین آیه اشاره می شود. و هی القرآن العظیم، و همین سوره یا که به مقصد از قرآن عظیم در سوره حجر نیست همین سوره است. اگر ما پراتر ترجمه کنیم معناش همین می شود. و مقصد از قرآن عظیم در سوره حجر نیست همین سوره است. یعنی پیامبر در این حدیثشان به سوره حجر اشاره کرده ایستادند که در اونجا خداوند پیشتر خواندیم که ولقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم. و رواه ابن جریر ایضا بنحوه، و این حدیث را ابن جریر نیز به همین مانندش یا که به مانند این حدیث روایت کرده است. در ابن جریر طبری هم تفسیرشون به همین مانند حدیث روایت شده است. و روى الحافظ ابو بکر احمد بن مردويه عن ابي هريره قال، حافظ ابو بکر احمد ابن مردويه از ابو هریره روایت کرده اند که ابو هریره گفته است: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الحمد لله رب العالمین 7 آیات بسم الله الرحمن الرحیم احداهن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي الكتاب وفاتحة الكتاب. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الحمدلله رب العالمین سوره فاتحه از 7 آیات عبارت است که بسم الله الرحمن الرحیم یکی از آن آیه های سوره فاتحه است و همین سوره است 7 آیه تکرار اندر تکرار تلاوت شونده و قرآن عظیم که در سوره حجر آمده است و همین سوره است الکتاب و همین سوره است فاتحه الکتاب. یعنی امام ابن کثیر با آوردن این روایت ها اشاره به همون نام هایی که پیشتر گفتیم کرده است که نام الکتاب، نام فاتحه الکتاب، نام السبع المثانی در حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است، در روایت ها ثابت شده است. وقد رواه الدارقطني ايضا عن ابي هريره مرفوعا بنحوه او مثله. الدارقطني این چیز است، علمی منقول میگم، این نحوی ها علمی منقول یعنی علمی که یا نامی که یا اسم خاصی که قبلا اسم خاص نبود بعدا اسم خاص گشتگی است و مرکب از 2 جزء است، از کلمه الدار و کلمه قطن یا قطنی که اینها را علمی مرکب های مزجی میگن نحوی ها. مرکب های مزجی یعنی 2 کلمه که به یک کلمه تبدیل یافتند و آمیخته شده مثل یک کلمه شدگی‌اند و چند لغت درباره اعراب مرکب های مزجی است در کتاب های نحو با طرز مفصل آمدگی است. یکی از لغتاش همین طوری است که ما خوندیم و قد رواه الدار جزء یکم مبنی بر فتح می شود. قطنی اگر ما مرفوع خوانیم مرفوع به زمان میخونیم، از بس که زمان ثقیل کی است قطنی گفتیم و اینو میشود گفتن و قد رواه الدار قطنی. درست است این خوندن لیکن ثقیل است. این حدیث را دار قطنی هم از ابو هریره به طور مرفوع
مانند آن را یا مثل آن را روایت کرده است. امام دارقطنی هم همین حدیث به طور مرفوع روایت کرده، یعنی یا مانند همین حدیث یا مثل همین حدیث. یعنی مانند که باشد عین لفظ نیست، معنای همین حدیث روایت کرده، یعنی مثل که باشد عین همین لفظ میشه. فرق نحو یا کلمه نحویه از مثله همین است. و قال كلهم ثقات، و امام دارقطنی گفته است که راویان این حدیث همشان ثقه هستند، معتمد هستند. و رواه البیهقی عن علی و ابن عباس و ابی هریره انهم فسروا قوله تعالی سبعا من المثاني بالفاتحه و ان البسمله هي الآية السابعة منها. و این حدیث را امام بیهقی از علی ابن ابو طالب و عبدالله ابن عباس و ابو هریره روایت کرده است که آنها سخن خداوند را که سبعا من المثانی گفته است در سوره حجر به سوره فاتحه تفسیر کرده اند و گفته اند که بسم الله الرحمن الرحیم آیه هفتم سوره فاتحه است. هی الآیة السابعة منها، همین بسم الله الرحمن الرحیم آیه هفتم از سوره فاتحه است گفتند. خب این بود درباره نامگذاری سوره فاتحه. اکنون درباره فضیلت سوره فاتحه ابن کثیر آوردیم بعض روایت ها که سوره فاتحه از دیگر سوره ها چی فضیلت دارند. فضل الفاتحه، فضیلت سوره فاتحه نسبت به دیگر سوره های قرآن کریم. روى الامام احمد عن ابي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت اصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجبه حتى صليت فاتيته. امام احمد ابن حنبل از ابو سعید ابن معلا خدا از ایشان راضی باشد روایت کرده اند که گفته است، همین جمله رضی الله عنه دو خیلی می شود ترجمه کردن، می شود به معنای انشایی ترجمه کردن، یعنی خدا از او راضی باشد به معنای دعا ترجمه کرده می شود. می شود به معنای خبری ترجمه کردن، خدا از او راضی هست یا خدا از او راضی گشته است. بین همین دو ترجمه فرق کلان است، دقت کنید. رضی الله عنه اگر ما به معنای انشایی و دعایی ترجمه کنیم معناش می شود که خدا از او راضی باشد، یعنی ما دعا کرده ایستادیم. اما اگر به معنای خبری ترجمه کنیم خدا از او راضی گشته است، خبر داده ایستادیم. به همین خاطر اگر ما همین جمله دعایی از تفسیر بیرون معلومات علاوه کنیم، اگر ما خواهیم مثال در حق یک شخص بزرگ مثل امام ابو حنیفه است، شافعی است، امام احمد است یا کسی دیگر از گذشته ها، از علماهای گذشته، همین جمله رضی الله عنه استفاده کنیم، اگر جایز است به معنای انشایی استفاده کردن، یعنی به معنای دعا، به معنای خبر نه، چون که خبر فقط در حق صحابه ها می شود گفتن. اما در حق دیگر مثل بزرگهایی که از سلف صالح و موبد هستند به معنای انشا می شود گفتن، یعنی خدا از اونها راضی باشد دعا کرده در حقشان. خلاصه از ابو سعید ابن معلا روایت کرده است که ابو سعید ابن معلا میگوید من نماز میخواندم روزه در مسجد. اصلا قصه این نمازخوانی ابو سعید ابن معلا امام علی قاری در کتاب مرقات المفاتیح شان آوردیان، از ابن الملیک یکی از فقهای حنفی مذهب نقل کردیان که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسجد در بالای منبر نشسته بودند، ابو سعید ابن معلا وارد مسجد شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم آیت تحویل تحویل قبله میخواندند. قد نرى تقلب وجهك في السماء، همین آیت میخواندند که قبله عوض شده بود. و ابو سعید ابن معلا داخل مسجد شدند. وقتی آیت شنیدن و فرمان تغییریابی قبله را که شنیدن، گفتن به رفیقشون که بیا اول ما خوانیم نماز و به قبله تغییر یافته گوییم یا قبله جدید رو آوردن و مشغول نماز خواندن شدن. به همین خاطر میگن علما که اولین کسی که به سوی قبله جدید از بین صحابه ها نماز خواند ابو سعید ابن معلا بود. وقتی که در همون حالت نماز میخواند، این همون حالت نقل کرده ایستاده است که من نماز میخواندم
پیامبر صلی الله علیه و سلم مرا نزد خود فرا خواندند، دعوت کردند که پیش من بیا. از بس که در نماز بودند فلم اجیبه، من به پیامبر صلی الله علیه و سلم پاسخ ندادم تا آنکه نمازم را خواندم، سپس نزدشان آمدم. پس پیامبر چی گفتند؟ پیامبر گفتند که ما منعک ان تأتینی، ما منعک ان تأتینی، چی تو را باز داشت که نزد من آیی؟ چرا نزد من نآمدی وقتی که من فریاد کردم؟ میگه ابو سعید ابن معلا گفت که قلت، گفتم یا رسول الله انی کنت اصلی، ای پیامبر خدا من نماز میخواندم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جوابش چی گفتند؟ الم یقل الله تعالی یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. پیامبر گفتند که آیا خداوند در قرآن چنین نگفته است که ای مؤمنان وقتی پیامبر شما را به آن کاری که به شما حیات میبخشد دعوت کرد، پس دعوت خدا و پیامبرش را اجابت کنید یا پاسخ بگویید. اذا دعاکم لما یحییکم و در ترجمه اول ترجمه کردیم برای فهم شدن آیت. ای آن کسانی که ایمان آورده اید، چون خدا دعاکم ضمیر هو به پیامبر صلی الله علیه و سلم برمیگردد، فعل مفرد است، صیغه مفرد است. چون پیامبر شما را به آن کار فراخواند که یحییکم به شما حیات میبخشد یا سبب حیات شما است، استجیبوا لله و للرسول، به خدا و پیامبرش پاسخ بگویید، یعنی دعوت خدا و پیامبر را بپذیرید. پیامبر گفتند که آیا همه سخن خداوند نگفته از در قرآن نشنیدی؟ گفتند. میگه ابو سعید ابن معلا گفت که ثم قال، البته گفت که من شنیدم، در روایت های دیگر گفت که شنیدم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لأعلمنك اعظم سوره فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد. گفتند که ای ابو سعید ابن معلا من بیشک به تو بزرگترین سوره را در قرآن تعلیم خواهم داد پیش از آن که از مسجد بیرون شوی. گفتند که پیش از مسجد برآمده به تو بزرگترین سوره را تعلیم میتیم. گفتند خب این اعظمه خواندن به خاطر مفعول ثانی کلمه اعلمه است. من به خاطر بعضی چیزا اعراب های کلمه ها را اشاره میکنم که چیز کنید، دقت کنید در خواندن متن ها و در چیز قواعد نحو. قال ابو سعید بن معلا میگوید که فاخذ بیدی، پیامبر صلی الله علیه و سلم دستی مرا گرفتند. فاخذ بیدی، پیامبر دستم را گرفتند. این بابای افاده تاکید است، چون که کلمه اخذ اخذو فعل متعدی است. بعضی ها بای زایده میگن که از بای زایده گفتن در همین خیلی مورد ها بای تاکید گفتن بهتر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم دستی مرا گرفتند. فلما اراد ان یخرج من المسجد، پس چون پیامبر خواستند که از مسجد بیرون شوند، قلت، گفتم یا رسول الله، ای پیامبر خدا، انک قلت، شما گفتید، به درستی که شما گفتید، اگرچه تو گفته ای هم که باشد لیکن احتراما ما باید شما گفته ترجمه کنیم به خاطر احترام پیامبر صلی الله علیه و سلم. ای رسول خدا، به درستی که شما به من گفتید که به تو بزرگترین سوره را در قرآن تعلیم میدهم یا بزرگترین سوره قرآن را تعلیم میدهم. رسول خدا چی گفتند؟ نعم، آره من این سخن را گفتم. الحمدلله رب العالمین هی السبع المثانی والقرآن العظیم الذي اوتیته. گفتند که همان سوره بزرگترین در قرآن الحمدلله رب العالمین است، یعنی هی الحمدلله رب العالمین خبری مبتدای محذوف است. هی السبع المثانی، و همین سوره السبع المثانی و قرآن عظیمی است که به من داده شده است، یعنی با اشاره کردن به همون سوره مبارکه حجر که ما پیشتر آیاتش خوانده بودیم. از همین حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم فضیلت سوره فاتحه معلوم می شود که نسبت به دیگر سوره ها فضیلت بیشتر دارد، چون که بزرگترین سوره گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم. و چرا پیامبر با ابو سعید ابن معلا، یعنی که ابی ابن کعب حال میخوانیم به همین مانند، در حال نگفتن این حدیثه، بلکه گفتن پیش از برآمدن از مسجد بعد میگویم. شارح ها در حدیث میگن تا اینکه ذهنی صحابه را برای قبول همین حدیث تیار کنن، آماده کنن و تشویق کنن که پیامبر چی میگفته باشن برای من، کدام معلومات برای من پیشنهاد میکرده باشن، گفته شوقمند شوند و ذهنهاشون آماده شود. یعنی اگر به زبان امروزه گیریم، اگر
این یکی از متدهای تعلیمی در ساحه تربیه است که معلم شاگردهاش ذهنهاش آماده میکند. حتی کتاب‌ها نوشتگی‌اند در بابت اسلوب‌های تعلیمی و تربیوی پیامبر صلی الله علیه و سلم که بهترین متدها را استفاده می‌بردند رسول خدا صلی الله علیه و سلم. و رواه البخاری و ابو داود و النسائی و ابن ماجه، و این حدیث را بخاری، ابو داود، نسائی و ابن ماجه هم روایت کرده است. و رواه الواقدی عن ابي سعید بن المعلى عن ابی بن کعب فذكر نحوه. امام واقدی هم از ابو سعید ابن معلا از ابی ابن کعب روایت کرده است این حدیث را، پس مانند این حدیث را ذکر کرده است. یعنی یک نکته از المودا بعد روایت را که خواندیم با واضح‌تر روشن می شود. درباره همین واقعه که حضور ما نقل کردیم که یک صحابه نماز میخواند و پیامبر دعوت کردند و به دعوت پیامبر پاسخ نگرداند و نماز تمام کرد و تا آخری قصه واقعه چیزی که ما خواندیم از دو صحابه روایت شدگی است. هم از ابو سعید ابن معلا روایت شدگی است، هم از ابی ابن کعب روایت شدگی است. از بس که از دو صحابه روایت شدگی است، روایت ها گوناگونند. بعضی ها گفتند که این واقعه نسبت به ابو سعید که ابی ابن کعب رخ دادگی است. بعضی ها گفتند که به ابو سعید ابن معلا رخ دادگی است. و کی میگه امام ابن حجر عسقلانی همین دو روایت جمع کرده خوب گفتند که اصلا این واقعه یا که این قصه از امام بیهقی نقل میکنن ابن حجر عسقلانی. این قصه میگن هم نسبت ابی ابن کعب رخ دادگی است به همین معنی و هم نسبت به ابو سعید ابن معلا رخ دادگی است. چون که میگن روایت هایی که نسبتی که از در بابت این واقعه نسبت به این دو صحابه آمدگی است، مخرج های حدیث ها فرق میکنن، یعنی محل خروجشون فرق میکنن و روش این دو روایت هم از همدیگر فرق میکند. به همین خاطر دو واقعه رخ دادگی است، واقعه های به همدیگر مانند و نسبت دو صحابه که یکی ابو سعید ابن معلا بود و دیگر ابی ابن کعب بود. و در ادامه امام ابن کثیر رحمت الله علیه یک روایت را ذکر میکنن که از ما این روایت میخونیم و با برداشت نادرست بعضی از امام ها از راوی همین روایت اشاره میکنن. حاضر حدیثی که ما میخونیم، روایتی که ما میخونیم، بعضی از امام ها، بعضی از محدث ها راوی را که در همین حدیث آمده است با راوی قبلا خوانده ما یعنی ابو سعید ابن معلا صحابه آمیخته کرده‌اند. ابن کثیر رحمت الله علیه به همین اشتباه اشاره میکنن. میگن که وقد وقع فی الموطأ للامام مالک ابن انس ما ينبغي التنبیه علیه. و در حقیقت در کتاب موطأ امام مالک ابن انس روایت آمده است که ینبغی التنبیه علیه، لازم است آگاه ساختن خواننده بر اصلی یا که بر واقعیتی یا بر حقیقت راوی اون روایت. ما باید میگن که همون روایت امام مالک حقیقتش بیان کنیم که اون راوی کی بود، چون که بعضی از محدث ها اون راوی را نادرست بها داده یا که نادرست شناخته خطا نام گرفتن از همون راوی. میگه که فانه رواه مالک، پس به درستی اون حدیث را امام مالک یعنی همین حدیثی که به همین مانند است روایت کرده است از عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن یعقوب الحرقی، از علاء ابن عبد الرحمن ابن یعقوب حرقی ان ابا سعید مولى ابن عامر ابن کریز اخبرهم. همین علاء ابن عبد الرحمن ابن یعقوب حرقی گفته است که ابو سعید، دقت کنید ابو سعید، کلمه ابو سعید دقت کنید از محلی بحث ما، جای بحث ما همینجا است. ابو سعید مولای یعنی غلام آزاد کرده ابن عامر ابن کریز به آنها خبر داده است، به علاء ابن عبدالرحمن ابن یعقوب حرقیش خبر داده است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم نادى ابی ابن کعب، پیامبر ابی ابن کعب را فریاد کردند و هو یصلی فی المسجد، جمله حالی است، در حالی که ابی ابن کعب در مسجد نماز می‌خواند. پس چون فلما فرغ من صلاته لحقه، پس چون ابی ابن کعب از نمازش فارغ گشت، لحقه، لحقه فعل در زیرش فاعل به ابی برمیگردد،
و هو مفعول به به پیامبر برمیگردد. ابی از دنبال پیامبر رفت، نماز که خواند از دنبال پیامبر حرکت کرد. قال میگد که ابی میگد، فاعل قال ابی است. ابی میگوید که فوضع النبی صلی الله علیه و سلم یده علی یدی، پیامبر دست مبارک خود را بر دست من گذاشتند. علی یدی مفرد است این کلمه. و هو یرید ان یخرج من باب المسجد، علامه القری آوردگی است در میقات المفاتیح که مفرد است. و در حالی که پیامبر میخواستند از در مسجد بیرون شوند، دستشون بالای دست من گذاشتن. ثم قال، سپس گفتند اینی لارجو الا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما انزل في التوراة ولا في الانجیل ولا في القرآن مثلها. گفتند که به درستی که من امید دارم که از این در مسجد بیرون نشوی تا آنی که بدانی سوره را که مفعول به است فرود آورده نشده است در تورات و نه در انجیل و نه در فرقان، یعنی حتی در خود قرآن هم مثل این سوره. این بزرگترین سوره است، هم در قرآن هم در تورات و هم در انجیل این سوره آمدگی نیست. قال ابی میگوید فجعلت ابطئ فی المشی رجاء ذلك، پس من شروع کردم با آهسته آهسته قدم گذاشتن. ابطئ فی المشی به معنای آهسته آهسته قدم گذاشتن. ابطئ میشود هر دوشون در لغت. به معنای کند راه رفتن. پس شروع کردم من با کند قدم گذاشتن در راه رفتن، آهسته آهسته قدم گذاشتم. رجاء ذلك، به خاطر امیدی به دست آوردن معلومات. ذلك به همون جمله پیش برمیگردد درباره سوره بزرگترین قرآن. ثم قلت، سپس گفتم یا رسول الله السوره التي وعدتنی. این میشود گفتن السوره التي وعدتنی، یعنی ما هي السوره التي وعدتنی، کدام است آن سوره که به من وعده نموده. جمله سوالی است. قال، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند کیف تقرأ اذا افتتحت الصلاة، گفتند که وقتی نماز را شروع کردی چگونه قرائت میکنی قرآن را، یعنی کدام سوره را میخوانی؟ قال فقرأت علیه، ابی میگوید که پس من بر پیامبر سوره الحمد لله رب العالمین را قرائت کردم. حتی اتیت علی آخرها، تا آنی که آمدم به آخر آن سوره، تا آخر خواندم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. یعنی گفتن که همان سوره بزرگترین قرآن که در تورات و انجیل و حتی قرآن هم این گونه سوره نیست، همین سوره است، سوره فاتحه است. و مقصد از 7 آیه تکرار اندر تکرار تلاوت شونده و قرآن عظیمی که به من داده شده است، یعنی اشاره به همون سوره حجر کردن، آیه سوره حجر همین سوره است گفتن. انا همین جا اشتباه بعضی از علما را ابن کثیر میگن که فابو سعید هذا لیس بابی سعید ابن المعلا، پس این ابو سعید که در این روایت آمده است مولای ابن عامر ابن کریز گفتیم، ابو سعید ابن معلا نیست. کما اعتقده ابن الاثیر فی جامع الاصول و من تبعه، چطوری که همین گونه اعتقاد کرده است، یعنی اشتباه فهمیده است امام ابن اثیر در کتاب جامع الاصولش و آن کسی که با او پیروی کرده است. بعضی دیگر از علما با پیروی از ابن اثیر فکر کردن که ابو سعید همین روایت هم همون ابو سعید ابن معلا است. ابن کثیر میگن که این اشتباه است. چرا؟ چون که فإن ابن المعلا صحابی انصاری، زیرا این که این جمله تعلیلی است، زیرا این که این ابو سعید ابن معلا که در یکم حدیث خواندیم صحابه و از طبقه انصار است، یا از گروه انصار است، صحابه انصاری است، از اهل مدینه است. و هذا تابعی
من موالی خزاعه. و این ابو سعید مولای ابن عامر ابن کریس تابعی است، از طبقه تابعین است، از غلامان آزاد شده قبیله خزاعه است. این از یک طرف راوی ها از همدیگر فرق میکنند. و ذاک الحدیث متصل صحیح. و آن حدیث، ذاک اسم اشاره میانه یا دور است، بعضی از نحوی ها اشاره دور میگن. و آن حدیث یکم حدیثی متصلی صحیح است، حدیثی که از ابو سعید ابن معلا روایت شدگی است، سندش متصل است، صحیح است. و هذا ظاهره انه منقطع ان لم يكن سمعه ابو سعید هذا من ابی بن کعب. در همینجا به یک قاعده اسم مصطلح الحدیث اشاره میکنم، دقت کنید. و این حدیثی که حضور از کتاب موطا امام مالک خواندیم، ظاهرش این است که آن حدیث، یعنی این حدیث منقطع است، سندش متصل نیست، منقطع است، از سند کسی افتیده است. لیکن قطعی نگفتیان ابن کثیر رحمت الله علیه، گفتیان به شرطی که، یعنی به شرط ما این روایت منقطع میگیم که ابو سعید آن را یا این حدیث را از ابی ابن کعب نشنیده باشد. اگر به شرط ابو سعید مولای عامر ابن کریس این حدیث از ابی ابن کعب اگر نشنیده باشد، پس معلوم می شود که این حدیث چی است؟ منقطع است، چون که در بین کسی افتیدگی است که ابو سعید را ذکر نکرده است. اما معلوم نیست، انیق نگفتن ابن کثیر رحمت الله علیه. لیکن میگن که فَإِنْ كَانَ قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ، پس اگر ابو سعید مولای ابن عامر این حدیث را از او، یعنی از ابی ابن کعب اگر شنیده باشد، در حقیقت همین روایت اگر ثابت کند یا که محدث ها ثابت کنند که واقعا همین روایت از ابی ابن کعب شنیده است، فهو علی شرط مسلمین، پس این حدیث بر شرط مسلم روایت شده است. همون بحثی که در کتاب مصطلح الحدیث میگذره در بابت شرط بخاری و مسلم، اصطلاحی که محدث ها دارن. اصلا وقتی که ما شرط بخاری و مسلم میگیم، محدث ها میگن که شرط بخاری و مسلم یا همین اصطلاح دو قسم میشود، دو نوع میشود. شرط بخاری و مسلم شرط های خاصشان و شرط بخاری و مسلم شرط های عام هر دو. وقتی شرط های خاص بخاری و مسلم اگر ما مد نظر قرار دهیم، پس همون بحثی چیز است. امام بخاری رحمت الله علیه بین راوی ها لقای دو راوی با هم دیگر شرط گذاشته گیان. امکانیت لقا چیز بسنده نیست امام بخاری میگن، بلکه باید با هم دیگر واخورن. و امام مسلم رحمت الله علیه لقای راوی ها را با هم دیگر شرط نکردیان، بلکه امکانیت ملاقات دو راوی با هم دیگر گفتن کفایه است. اگر ما شرط به شرط به معنای خاص گوییم، اما اینجا مقصد از شرط ذکر کردگی ابن کثیر معنای دویم شرط مسلم است، شرط به معنای رجال مسلم. یعنی اگر به شرط ابو سعید مولای ابن عامر ابن کریس همین حدیث از ابی ابن کعب اگر شنیده باشد، پس در این صورت می شود گفتن که این حدیث بنابر شرط صحیح مسلم روایت شده است. چرا؟ چون که ابو سعید مولای ابن عامر ابن کریس یکی از رجال امام مسلم است، یکی از رجال امام مسلم است. از من در اینجا نوشتم همین قاعده، از یک قاعده مصطلح الحدیث خاطر ما آشنا میشیم، خیلی مهم است دانستن این قاعده و همین متن فهمیدن. اصلا از اگر ما هم قاعده را ندونیم، اگر این متن فهمیده نمیتونیم. باید دونیم که ابو سعید مولای ابن عامر ابن کریس یکی از رجال امام مسلم رحمت الله علیه هست. من در همینجا آوردم، حتی حدیث را آوردم. خب من نوشتم حکی انما قال هذا الكلام لان ابا سعید مولى بن عامر بن كريز من رجال الامام مسلم فان له حديثا عند مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال. من ابو سعید مولای ابن عامر در صحیح مسلم از ابو هریره حدیث روایت کرده است، در روایت مسلم که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا تا آخر حدیث. پس معلوم می شود که ابو سعید مولای ابن عامر که از رجال امام مسلم است.
اما با اون شرط ما میتونیم گفتن که این روایت امام مالک در موطأ به شرط مسلم روایت شده است که ابو سعید از ابی ابن کعب شنیده باشد این حدیثه. چرا این شرط گذاشتن؟ چون که اگر نشنیده باشد، اگر رفت ابو سعید از ابی ابن کعب این حدیث اگر نشنیده باشد، با وجود آنه که خود ابو سعید از رجال مسلم است، در سند حدیث انقطاع به وجود می‌آید. سند حدیث متصل نیست. وقتی سند حدیث که متصل نباشد، نمی‌شود گفتم حدیث با شرط مسلم روایت شده است. فقط وجود یک راوی که در صحیح مسلم هست در دیگر جا روایت کردن حدیث معنای شرط بخاری یا شرط مسلم ندارد. در کتاب مصطلح الحدیث علما این چیز قید میکنند که وجود رجال بخاری یا مسلم در دیگر کتاب‌های حدیث معنای روایت شوی حدیث با شرط بخاری و مسلم ندارد، مگر اینکه کیفیت روایت یا طرز روایت به نوبت گرفته شود. با همین خاطر گفتن امام ابن کثیر اگر به شرط ابو سعید از ابی ابن کعب شنیده باشد، ما میتونیم گفتن که این حدیث بنا به شرط مسلم روایت شده است. چرا؟ چون که ابو سعید از جمله رجال مسلم است و روایت در این صورت روایت متصل می شود. اما اگر نشنیده باشد، با وجودی که ابو سعید مولای ابن عامر از رجال مسلم است، بنا به شرط مسلم گفته نمی شود، اگرچه از رجال مسلم که باشد، چون که طریقه روایت با روایت مسلم مطابقت نمی کند. حدیثی منقطع می شود. معنای جمله امام ابن کثیر رحمت الله علیه گفتگی همین است. با همین قدر امروزش اکتفا میکنیم. خدا خواهد 1 ساعت شد. بعد درس آینده دیگر با دوام میتیم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک.